بازم سلام بیننده بنیاد عزیزی رادیو آزادی و به همه آنهایی که تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوند. شالوی گلخوجه هستم در روبروی شما و آماده برای رساندن سرخط خبرهای مهم تاجیکستان جهان که برخی از آنها را بعد از 3 ساعت دیگر من در برنامه خبری با تفصیل برای شما قصه خواهم کرد. حالا با وقت پراگ ساعت 10:02 است و در دوشنبه ساعت 1:02. خب اگر گوش و هوشتان بماست پس من شروع میکنم از تفصیلات صدمه از زبان خود کوهنوردان. در پی نشست ناموفق چرخبال در 2 روز پیش که حامل 15 کوهنورد بود، 5 کوهنورد مجروح در شعبه ایحاگری بستری شدند. وضعیت 2 کوهنورد دیگر که یکی از آنها اسپانیست وخیم ارزیابی می شود. همکاران ما به بیمارستان رفتند تا با خود کوهنوردان صحبت کنند. در گزارش با شما خواهیم دید که اصل واقعیت چگونه بوده است و چرا چرخبال در ناحیه لخش به صدمه گرفتار شد. جای یادآوری است که در این حادثه 3 کوهنورد روس و 2 سرنشین چرخبال که شهروند تاجیکستان بودند هلاک گردیدند. مرکز اسلامی تاجیکستان روز تجلیل عید قربان را در کشور اعلان کرد. جشن بعدی رسو 1 هفته است. در جلسه مخصوص شورای علما با امام خطیبان چی دستور داده است در برنامه برای شما خواهیم گفت. تنها همین را اضافه میکنم که در پیشروی این عید کمیته دین گفت که رید میگذراند تا اینکه مردم دسترخوان پردبدبه نآورایند. اندازه دسترخوان از 1 تا 1.5 متر باید باشد و صاحبخانه میتواند روی دسترخوان ادانه میوجد و چند نوع پخت و پز را گذارد. به آورا دادن دسترخوان با میوه خشک اجازت است ولی نمودهای این میوه ها باید زیاد باشد. اگر این طلبات رعایت نشود صاحب دسترخوان را میتوانند تا 5000 سومانی جریمه کنند. افت لیره ترکیه و برد سیاحان در این اواخر بد شدن روابط ترکیه با ایالات متحده آمریکا به قبشوی لیره را سرعت بخشید. چون این وضعیت نرخ محصولات را در ترکیه ارزان کرده است و سیاحان هم از امکانات پیش آمده استفاده میبرند. در این باره ما گزارش داریم که در برنامه خبری برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. در تاجیکستان دوچرخه سواران با برگزاری سبقت ده و دوچرخه سواری و دیگر نمادهای ورزش خاطره سیاحان کشته شده را گرامی داشتند. از طرف دیگر شرکت کنندگان سبقت گفتند در شرایط افزایش عقیده‌های خطرناک جلب توجه جوانان به ورزش و ولسیپدرانی به منفیت است. ضمناً بعد حمله به سیاحان خارجی در روز دوشنبه کلوب دپارتمنت دولتی آمریکا مقامات تاجیکستان را از جهت امنیت برای سیاحان 1 زینه پایین‌تر آورد. همکنون دپارتمنت تاجیکستان را به شمار کشورهای شامل کرد که شهروندانش هنگام سفر به این کشور نهایت احتیاط کنند. از کشورهای پسو شوروی عین زبان در این رده تنها اوکراین شامل است و حمله زیاد شده است. چوپانان و ساکنان ولایت ختلان از افزایش در افتادن گرگان به جانوران خانگی و رمه ها شکایت میکنند. سرشمار گرگ‌ها در این منطقه بیش از 1000 عدد حساب شده است و ساکنان میگن اگر شماره گرگان مثل خوک بیشتر شود ضررش در سالهای بعدی نیز مشاهده خواهد شد. در این مورد ما گزارش مفصل داریم و ما را بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم یوتیوب یعنی آزادی ویدیو کانال ما در این شبکه پیگیری کنید و همچنین در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org.